بار اول در تاریخ معاصر آسیای مرکزی نقشه در انتظار انتقال قدرت از پدر به پسر صورت گرفت. در انتخابات پیش از مولد پرزیدنتی ترکمنستان، سردار بردیمحمدوف 40 ساله، پسر یگانه و وارث کرسی پرزیدنت کنونی ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف با کسب قریب 73% آوازها غالب اعلان شد. ازش رقیب او آواز از همه بیشتر 11.09% را معاون رکتور دانشکده تربیت جسمانی و ورزش خدیر نونایف 44 ساله به دست آورد. جای سوم با 7.22% آوازها نصیب معاون حاکم ولایت مرو آقاجان بیکمرودوف شد. 6 نامزد دیگر ثبت نام شده از 1 تا 2% آواز گرفتند، ولی از پیش معلوم بود که این 8 نامزد تنها به خاطر الترناتیوی جلوه دادن انتخابات و دادن مشروعیت بیشتر به پیروزی نامزد اساسی ثبت نام شدند. به این ترتیب سردار بردیمحمدوف به جای پدرش برای 7 سال آینده پرزیدنت ترکمنستان، این کشور سرشار از کانهای نفت و گاز آسیای مرکزی، انتخاب شد. پدر او قربانگلی بردیمحمدوف که از سال 2007 رهبر ترکمنستان بود، بیشتر با عملهای عجیب و غریب و خودبینانه‌اش مثل پیانین و گیتار نواختن و با نبیره‌های سرودهای ایجاد کرده خودش را خواندن، مشق ورزش در تالار فیتنسیش و یا به سربازان نیروهای ویژه اسپتسناز یا دادن تیرپرانی و کارتپرتویی در ذهنها نقش بسته است. هنوز روشن نیست که آیا پسر او ترکمنستان را از کدام راه پیش خواهد برد. سردار بردیمحمدوف را که ماه سپتامبر سال 2021 به سن 40 رسید و حق پیشبری نامزدیش به پرزیدنتی را به دست آورد، کایها باز همچون وارث احتمالی تخت و تاج پدرش رقم میزدند، ولی نقشه به او سپردن قدرت یک ماه آخر بعد آن صورت گرفت که پدرش روز 11 فوریه در جلسه غیر نوبتی خلق مصلحتی مجلس بالای پارلمان کشور که به 15 سالگی پرزیدنتی او اختصاص یافته بود گفت خسته شده است و میخواهد از این مقام کنار رفته رو برای جوانان بکشاید. طور بعد معلوم شد او رو برای پسر خودش کشادنی بوده است. درباره انتقال قدرت از فرزندان حاکمان کشورهای آسیای مرکزی سالهای زیاد صحبت میشد، ولی تا کنون یگان حاکم خودکامه این منطقه به این کار جرأت نکرده بود. در ازبکستان چندین سال گلنوره دختر کلانی پرزیدنت یکم این جمهوری اسلام کریموف را وارث کرسی پدرش میشمردند، ولی گلنوره هنوز زمان زنده و سر قدرت بودن پدرش به دلیل دست داشتن در کروپسیا به حبس خانگی افتاد و بعد مرگ پدرش در سال 2016 شادختر ازبک حتی محکوم شد و چند سال در زندان زنانه زنگیوتا در ولایت تاشکند هدای حکم میکند. در قزاقستان هم چندین سال دختر کلانی نورسلطان نظربایف را وارث احتمالی تخت او میشمردند و پرواز دارغه نظربایف به منصب‌های بلند چون معاون سروزیر و رئیس سنا هم بیانگر آن بود که او را برای کرسی پرزیدنتی تیار کرده ایستادند. ولی در ماه مارت سال 2019 نظربایف غیر انتظار کرسیش را به قاسم جمال توقایف و او را همچون به نام پرزیدنت نگاه داشته خودش همراه تیمش از پس پرده همچنان دولت را اداره میکرد. ولی توقایف که قریب 3 سال با مقام پرزیدنت فخری قناعت ورزید، ماه ینور سال جاری با استفاده از اعتراضهای خونین نظربایف و اطرافیانش را از صحنه تنگ کرده حکومت خود را مستحکم کرد. بعد چنین فریب خوردن نظربایف دیگر گمان است که یگان حاکم خودکامه ریسک کند و کرسی خود را حتی موقتا به یگان بیگانه باور کند. تا کنون آذربایجان در اتحاد شوروی سابق نخستین جمهوری بود که تجربه انتقال قدرت از پدر به پسر را هنوز سال 2013 تجربه کرده بود. بعد ترکمنستان ظاهرا نوبت تاجیکستان است. در تاجیکستان چند سال باز تیاری به انتقال قدرت از پرزیدنت امامعلی رحمان به پسرش رستم امامعلی ادامه دارد، ولی تا کنون یک سلسله عامل‌های بیرونه و هم مخالفت برخی الیت‌های داخلی مانع عملی ساختن این نقشه شده بود. سردار بردیمحمدوف را که ماه سپتامبر سال 2021 به سن 40 رسید و حق پیشبری نامزدیش به پرزیدنتی را به دست آورد، کایها باز همچون وارث احتمالی تخت و تاج پدرش رقم میزنند. سردار بردیمحمدوف 22 سپتامبر سال 1981 در اشقابات در خانواده قربانگلی بردیمحمدوف که آن وقت یک دختر دندان بود به دنیا آمده است. او 2 خواهر دارد، گلجهان و گلشن. سردار بردیمحمدوف سال 2001 دانشگاه کشاورزی ترکمنستان را با اختصاص مهندس تکنولوژ و بعداً اکادمی دیپلماتی مسکو را ختم کرده است. بردیمحمدوف خردی چند سال در اتحادیه صنعت خوراکواری و سپس در سفارت ترکمنستان در مسکو و نمایندگی کشورش در اداره‌های سازمان ملل در ژنو کار کرده
ماه آگوست سال 2014 رساله نامزدی و علکه ماه ایون سال 2015 رساله دکتریش را حمایت کرده صاحب عنوان دکتر علم‌های تکنیکی شد. جایش در کریر پسر پرزیدنت سال 2016 با تعیینات او به مقام رئیس دپارتمنت اطلاعاتی وزارت خارجه ترکمنستان آغاز یافته. سردار بردمحمدوف علکه 30 مارس سال 2018 معاون وزیر خارجه، 1 ینور سال 2019 معاون حاکم و 8 ایون همان سال علکه حاکم ولایت اخل تعیین شد. 7 فوریه سال 2020 پسر پرزیدنت وزیر صنعت و 11 فوریه سال 2021 معاون سروزیر تعیین شد و آن هم در حالی که در ترکمنستان تا اینده مقام معاون سروزیر و همچنین مقام سروزیر وجود نداشت و کابینه وزیران را خود پرزیدنت راهبری میکند. سردار بردمحمدوف سال 2001 ازدواج کرده است. زندگی عائله بردمحمدوف را پشت پرده اسرار قرار داده، ولی بنا به اطلاع منابع گوناگون سردار بردمحمدوف و همسر او اوغل گریک 4 فرزند، 1 پسر و 3 دختر دارند.